به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. از زنا احتیاط باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که نظری به شهوت کند در زنان نامحرم، حق تعالی بفرماید تا دو چشمان او را پر از آتش کنند، آنگاه او را به دوزخ اندازند. و اگر بوسه کند زن بیگانه را یا سخنهای فحشا گوید، به هر کلمه گفته باشد 1000 سال او را در دوزخ اندازند و عذاب بکنند. هر کی میانه روی کند میان مرد و زن بیگانه، حق تعالی بهشت را بر وی حرام گرداند و جویش دوزخ باشد. در حدیث آمده است که گناه یک زنا با عورت همسایه زیاده از 10 زنا است که جای دیگر کند. گناه یک زنا با زن شوهردار بسیارتر از 1000 زنا است که با زن بی شوهر کند. کسی که به چهارپایان یعنی به حیوانات نزدیکی کند در لعنت خداوند گرفتار شود. خدایا ما مسلمانان را از زنا نگه دار. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.